ملا یک بچگه که بسیار مقبول پیش ملا درس میخوان، هر دفعه که درس میخوان این ملا طرفش سعی میکرد سبحان الله لا حول ولا او بچه خانه که رفتی مادر تا بگو ملا صاحب خوی بچه که اومد خانه مادر ملا که منو میگه خانه که رفتی ملا تا بگو اچین تو که رفتی بر ملا صاحب بگو تا چند بجه خوی رفت و صبح که ملا آمد آفرین بچه بخند در خیده در خیده زاق کردی امین آدرم خیزان کنیم بخند بچه در خیده هنوز دارم هنوز بیرین هنوز پیشو ایو بیفرزن بیبو مبیبو آفرین نام خدا مادر تا گفتی که مادرم گفته خود چند بجه برو برای بگو ساعت یکونیم بجه خوی آمد در مادر خود گفت که ساعت یکونیم بجه ملا آمد ملا که آمد دمیش نو شوار جو از نوکری آمد ملا را گفت ملا را گفت حالا چی شد سمیاسی ها برو گندمو را آرد کن تا وقتی که شوارم کمیتر آمد بازم میایم من باید جست میزنم این تا دیگر تا میزدی که دیگر دیگه بیچاره گندمو را سرطراو کرده میره داسیان دختم میره و آرد کرده میره تقریبا یک بار 8-9 بوچی گندم از یارد کرد خوب بسیار زیاد آرکم بود که نمازش هم قضا شود دمی اصلا شوار از بیرو برآمد ملا را گفت که ملا برو باید شوارم باز من که بیاد میزنم خب ایره صبحش که یک چند وقت باز بچگت باز رفت ملا که مادرم گفت که برو حرام زاده باز گندمایتان آردتان خلاص و گندمای خرمات میکنه